بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بازسازی اندیشه در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی قرار دارم. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که در جریان هستید، ما مدتی است که پیرامون یهودیت و نصرانیت صحبت می‌کنیم و پیرامون بررسی متنی و سندی کتاب مقدس تا حالا مطالبی را به خدمت شما در برنامه‌های گذشته بیان نمودیم و در برنامه گذشته برخی از تناقضاتی که در عهد قدیم یا در عهد عتیق وجود داره به خدمت شما سروران گرامی و بینندگان عزیز عرض شد. 6 مورد از مواردی که در اونها تناقض بسیار آشکار در عهد عتیق وجود داره را به خدمتتان در برنامه گذشته عرض کردم. علت بیان این موضوع این است که تا ما ثابت بکنیم که کتاب مقدس که حالا در اول آن عهد عتیق هست، که عهد عتیق عبارت از اسفار پنجگانه تورات و ملحقات آن، ثابت بکنیم که این کتاب تحریف شده و این کتاب دست خورده و الا اینکه چنین تناقضاتی نباید در آن جمع باشه. برای همه اهل عقول و برای همه اهل دانش و کسانی که عقل دارن و شعور دارن، این یک امر مسلمی است که دو شیئی که با هم متناقض باشن جمع نمیشن، یعنی اجتماع نقیضین غیر ممکنه. این از جمله ضروریات و از جمله مسائل مهمی است که در علوم، حالا در تمام علوم، قابل بررسی هست و قابل کنکاش هست که انسان در مورد آن صحبت بکنه. چگونه می شود که دو چیز با هم متناقض جمع بشوند؟ حالا اگر این کتاب از جانب پروردگار متعال هست و اگر این کتاب واقعا مقدس است، پس این تناقضات به چی معناست؟ چرا این تناقضات وجود دارد؟ چرا این اختلافاتی که در حقیقت اختلاف تنوع و اختلاف تنوع نیست بلکه اختلاف تضاد و اختلافی که با هم متفاوته، فرق میکنه، خیلی شفاف و واضحه، اختلافاتی است که غیر قابل جمع هست، اختلافاتی است که غیر قابل جبران هست. چگونه میتواند این کتاب از جانب خدا باشد؟ چگونه میتواند این کتاب مقدس باشد با وجودی که این اختلافات و با وجودی که این تناقضات در آن موجود است؟ وقتی ما از تناقضات این کتاب به خدمتتان عرض میکنیم، علتش اینه دوستان عزیز و بزرگوارم، علتش اینه که تا بدانین که این کتاب دست خورده، این کتاب در حقیقتش باقی نمانده. این آن کتابی که از جانب پروردگار متعال فرستاده شده برای انبیا علیهم السلام، این آن کتاب نیست، بلکه مورد دستبرد خاخام‌های یهودی و مورد دستبرد افرادی در طول تاریخ قرار گرفته که در حقیقت ظلم کردن و تعدی کردن به دین خدا، ظلم کردن و تعدی کردن به آنچه که به نام کتاب مقدس گفته شده. حالا این تورات، اسفار پنجگانه تورات و همچنین ملحقات آن و همچنین در عهد جدید اناجیل 4گانه و همچنین ملحقات آن، این تناقضات در حقیقت جایی داره که به آن رای پیدا بشه. خاخام‌های یهودی و کشش‌های مسیحی برای این چه جوابی دارند؟ چه جواب میدهند؟
آیا اینها قابل جمع هست؟ اگر قابل جمع هست بفرمایند جمعش چیست؟ اگر قابل جمع نیست آیا تقدس این کتاب زیر سوال نمی رود؟ حالا صرف نظر از این که ما در برنامه‌های گذشته بیان کردیم که این کتاب از نظر تاریخی و از نظر سندی جایگاه درست ندارد، حالا فرض بکنیم بالفرض بر این که این کتاب سند دارد و تاریخش درسته، این تناقضات را چه کار باید کرد؟ چه راهی برای این تناقضات پیدا می شود؟ اگر این تناقضات حقیقت دارد که دقیقاً حقیقت دارد که بهترین دلیلش سکوت و فرار کلیسا و سکوت و فرار خاخام‌ها و کشش‌های مسیحی است، اگر چنین است که چنین هست بدون شک و تردید، آیا امکان دارد که دو چیز متناقض از زبان الله، دو چیز متناقض از الله صادر شده باشد؟ دو چیز متناقض، دو شیئی که با هم اختلاف دارند و غیر قابل جمعند، یکی میگه شب یکی میگه روز، یکی میگه سفید یکی میگه سیاه، غیر قابل جمعند. اینها اجتماع نقیضین غیر ممکن هست، از جمله محالات. دو چیزی که با هم متناقض باشه جمع نمیشه. لذا جواب در این چیست؟ یک این که این کتاب دست خورده، این کتاب تحریف شده، این کتاب دستکاری شده و مورد دستبرد در طول تاریخ قرار گرفته، و یا اینکه آنچه که به این کتاب به عنوان مقدس اطلاق میشه این تقدس در حقیقت دروغه. این تقدس حقیقت نداره، وجود خارجی نداره. چگونه می شود که یک کتاب تقدس داشته باشد و این تناقضات نسبتش نسبت الهی باشد؟ این نکته را خیلی دقت کنید دوستان عزیز، نسبتش نسبت الهی باشد بعد در آن تناقض وجود داشته باشد، غیر ممکنه. اگر کلیسا ادعا بکند که بله ما با عهد قدیم کاری نداریم، بله عهد قدیم مورد دستبرد قرار گرفته، پس سخن عیسی مسیح را چی میگویید؟ آنجایی که در انجیل متی میگه من نیامدم تا تورات را منسوخ کنم، بلکه باید تک تک از آیات تورات و تک تک از مسائلی که در تورات گفته شده با آن عملی بشه، بلکه آنهایی را که احکام تورات را زیر سوال میبرند و آنها را غیر قابل اعتبار میدانند و فاقد اعتبار میدانند و فاقد صلاحیت میدانند، اونها را میگه اونها از ملکوت آسمان ها محرومند. چگونه ممکن است؟ یک کشش نمیتواند چون این ادعایی بکند، چون بهترین جواب از خود اناجیل هست که به دهانش میزنه، برایش میگه نه دروغ میگی، او را تکذیب میکنه. پس چگونه امکان دارد که این کتاب مقدس باشد، در یک جا یک چیز بگوید، در جای دیگر چیز دیگری بگوید، در یک جا چیزی را تایید کند، در جای دیگر آن را انکار کند؟ مگر ممکن است؟ غیر ممکن است. برخی دیگر از تناقضاتی که در این کتاب موجود هست، یعنی در عهد قدیم و به خصوص در این برنامه میکوشم که پیرامون اسفار پنجگانه تورات صحبت بکنم، یعنی بیشتر مواردی که میخوام عرض بکنم از اسفار پنجگانه تورات هست، از سفر پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه، اعداد و تثنیه. این 5 تا از این 5 سفر ان شاء الله صحبت بیشتر خواهم کرد و اختلافاتی که در میان این اسفار پنجگانه هست و حتی اختلافاتی که در یک سفر و در یک باب وجود دارد و در یک فصل وجود دارد. از بینندگان عزیز خواهشم اینه که در طول برنامه، به خصوص کسانی که دقتشان بیشتر روی این برنامه و مسائلی که مطرح میشه، اگر سوالی برایشان در طول برنامه پیش میایه میتونن که پیششان یادداشت بکنن، انشاءالله بعداً تماس بگیرن. یا عزیزانی که در فیسبوکن، انشاءالله در قسمت تماس ها پیام های عزیزان را خواهیم خواند انشاءالله، و سوالاتی که مرتبط به این مبحث باشه و مرتبط به این موضوع باشه انشاءالله که به آن پاسخ ارائه خواهیم کرد. حالا اجازه بدین که بنده به اولین تناقضی که در برنامه امروز قرار است که بنده آن را عرض بکنم و بیان بکنم به خدمتتان بیان کنم.
این تناقض برمیگردد در ملحقات تورات. در ملحقات تورات یکی در سفر اول پادشاهان هست و دوم در سفر دوم تواریخ هست. در این دو سفر از اسفار ملحقات تورات، یکی سفر اول پادشاهان و دوم تواریخ، یک مسئله ای را بیان می کند. اگر یادتان باشد ما در برنامه گذشته هم پیرامون اعداد بیشتر صحبت کردیم. دیدین که ریاضی اینها چقدر ضعیفه. یعنی در اعداد بیشتر مشکل دارن. یکی میگه 700 یکی میگه 7000. نمیدانیم، شاید مشکلشان در ریاضی باشه. به هر صورت اینجا هم یکی از همین مسائل اعداد هست. ببینید شما در سفر اول پادشاهان وقتی تعداد سرپرست کارگران سلیمان علیه السلام را نقل میکنه، میگه که تعداد اینها 550 نفر بودند. اما در سفر تواریخ وقتی میاد دوم تواریخ میگه نه 250 نفر بودند. دقت کنید اینجا را سفر اول پادشاهان پیش من اینجا صفحه 342 هست دوستان عزیز. 342 سفر دوم پادشاهان. بله ببینید شما اینجا چی میگوید. سفر اول پادشاهان دوستان عزیز اگر اینجا را نشان بدن. بله اینجا را دقت کنید. این سفر اول پادشاهان هست و این هم فصل 9 می باشد. کارهای دیگر از سلیمان. خیلی خوب، کارهای دیگر از سلیمان. اینجا دوستان عزیز ببینید در این فقره 23 چی میگه. میگه 550 نفر نیز به عنوان سرپرست بر گروه های کارگران گمارده شده بودند. دقت کنید این نکته مهمه برای من. 550 نفر. 550 نفر. همین مسئله را میریم در سفر دوم تواریخ میبینیم در صفحه 435. اینجا را نگه میدارم تا دوستان عزیز دوباره برمیگردیم ببینن که چی مصیبتی در اینجا وجود داره. ببینید دوستان عزیزم این سفر دوم تواریخ هست. سفر دوم تواریخ این فصل 8 هست. فصل 8 کارهای دیگر از سلیمان. دقیقا در اینجا هم همان چیز را گفته. کارهای دیگر از سلیمان. خیلی خوب ببینین اینجا چی گفته. اینجا میگه که البته اگر دقت کنید دوستان عزیز و بزرگوارم، اینجا میگه اول پادشاهان، سفر اول پادشاهان یعنی سفر اول پادشاهان باب یا فصل 9 از آیه 10 تا 28. اینجا هم دقیقا ما همان 23 را خواندیم. فصل 9 هست اول پادشاهان. میگه همین داستان یعنی در اینجا هم آمده. دقیقا همینجا را باز میکنیم ببینید که فصل 9 از 10 تا 28 اینجاست. خب این 23 را ما خواندیم. اینجا را یک بار دیگر دوستان عزیز دقت کنید. 550 نفر نیز به عنوان سرپرست بر گروه های کارگران گمارده شده بودند. خیلی خوب اینجا ببینید چی میگه. کارهای دیگر از سلیمان دوم تواریخ 8 باب 8 10 یعنی فقره 10 میگه 250 نفر نیز به عنوان سرپرست کارگران سلیمان گمارده شده بودند. دقت کردید؟ یعنی چی؟ این تفاوت خیلی زیاده. ما کدام یکی را قبول بکنیم؟ 550 نفر هست یا 250 نفر؟ 250 نفر. کدام یکی درست است؟ کدام یکی را ما قبول بکنیم؟ این تناقضه دوستان عزیزم. این تناقض از این دیگه خیلی واضح‌تر فکر نمی کنم تناقضی در دنیا وجود داشته باشه. چگونه میتواند که کارگران سلیمان در یک سفر از اسفار ملحقات تورات وقت ذکر میشه 550 نفر باشند، در جای دیگه بگه 250 نفر؟ یعنی چی؟ مگر ممکنه همچون چیزی؟ یعنی دو چیز متناقض. جالب بر اینه که برخی از مواردی که اینها را ما به عنوان تناقض بیان میکنیم کلیسا در این اواخر متوجه شده، لذا دستکاری کرده. انشاءالله در یک برنامه خاص من در این مورد صحبت میکنم. دستکاری هایی که کلیسا در این ترجمه کرده، دست زده این را. تناقضات آشکاری که وجود داشته
از اون سفر دیگه آورده کپی کرده اینجا پست کرده. دقت کردید؟ ولی اینجا رو نمیدانم، شاید متوجه نشده. اینجا رو متوجه نشده، اگرچه خودش گفته اول پادشاهان مراجعه بکن فصل 9. خب وقتی ما اول پادشاهان فصل 9 مراجعه میکنیم میبینین میگه 550 نفر، اما چرا اینجا باز میگه که 250 نفر؟ مبحث یک مبحث، موضوع یک موضوع، ولی میبینین این تناقض را، میبینین این تناقض بسیار آشکار را. خب این تناقضی که اینها بیشتر در اعداد دارن، مثل که در برنامه گذشته هم ما بیشتر پیرامون اعداد تمرکز کردیم، بیشتر دقت ما سر اعداد بود. ببینیم که اینها به اعداد چقدر مشکل دارن، خیلی مشکل دارن. شاید به شمارش اعداد اینها مشکل دارن. به هر صورت خب چون این کتاب از جانب الله نیست، مطمئن باشید که نیست، این کتاب مقدس نیست. الله متعال در قرآن کریم میگه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند الله لوجدوا من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر شما تدبر نمی کنید در این قرآن، لو کان من عند غیر الله، اگر این کتاب از جانب غیر الله می بود، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، شما اختلافات تناقض در این زیاد می دیدید، اختلافات را در آن زیاد می دیدید. چون این کتاب از جانب خدا نیست و این کتاب انتسابش به الله و انتسابش به انبیای الهی دروغ هست و تقدسی در این کتاب وجود ندارد، این اختلافات را شما در آن میبینید. اگرچه برای اینها خیلی آسانه که حتی خدا را هم نعوذ بالله متهم بکنن به تغییر فکر، خدا را هم متهم بکنن به عقیده بدا، مثل عقیده که روافض دارن. الله پشیمان میشه، یک چیزی را اول تصمیم میگیره بعد تصمیمش عوض میشه، نعوذ بالله، مثل که در همین توراتشان وجود داره. خب گفته وقتی نعوذ بالله استغفر الله و اتوب الیه، وقتی که میگه در مورد خدا چون این هست، خب من چی کاره هستم؟ منم تناقض میگم، منم حالا یک چیزی میگم بعدا آن را انکار میکنم، فکرم به تغییر میدم. اول میگن 550 نفر، بعدا در جای دیگه مینویسم 250 نفر. مگر این معقوله؟ همچون چیزی امکان داره؟ خیلی خوب، میرویم در جای دیگری، میریم به سفر پیدایش، اولین سفر از اسفار پنجگانه تورات. چون گفتم که در این مبحث امروز ما بیشتر ان شاء الله پیرامون مسائل پیرامون در حقیقت همین اسفار پنجگانه تورات میپردازیم ان شاء الله. در سفر تکوین یا پیدایش که اولین سفر از اسفار پنجگانه تورات هست، جالبه که میآید داستانی را نقل میکنه، داستان نوح علیه السلام را نقل میکنه که میگه نوح علیه السلام وقتی که به کشتی سوار شد، خداوند برای نوح علیه السلام گفت در کشتی از هر جنس 2 تا را با خودت حمل کن. اما در همین سفر در باب بعدی میبینین که میآید میگه نه، گفته از هر جنس 7 تا از نر و ماده بگیر برای خود در کشتی حمل بکن. خب ما کدام یکی را قبول بکنید؟ اینجا را دوستان عزیز اگر نشان بدن، این سفر پیدایش است دوستان عزیز، این سفر پیدایش است، اولین سفر از اسفار پنجگانه تورات هست. ببینید شما در اینجا دوستان عزیز چی میگه. این نکته برای من مهمه، اول از اینجا شروع بکنین. این سفر پیدایش هست، باب 6، یعنی باب 6 نقل میکنیم، طوفان نوح. آیت 19 و 20 میگه که از تمام حیوانات، خزندگان و پرندگان یک جفت، دقت کنید، یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این طوفان در امان باشند. دقت کردید؟ یک بار دیگه، یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر، یک جفت. دقت کردید؟ حالا همین رو ببینید شما دوستان عزیز و بزرگوارم، در همین سفر دقیقاً یعنی 2 خط پایین تر. نه عقل خوب ندارن دیگه، معقول نیست اصلا همچون چیزی، معقول نیست. کسی که این را نوشته جالبه. در همین جا یعنی اینجا چی گفت؟ اینجا را دقت کنید دوستان عزیز، میگه که یک جفت نر و ماده را با خود به داخل کشتی ببر. خیلی خوب، فصل 7 میرین، میگه
همراه خود 7 جفت از حیوانات حلال گوشت، 7 جفت از پرندگان و 1 جفت از بقیه حیوانات را به درون کشتی ببر تا بعد از طوفان نسل آنها روی زمین باقی بماند. حالا شاید کسی بگه که بله 7 جفت از حیوانات حلال گوشت گفته، ولی اینجا از تمام حیوانات گفته. اینجا عام، ما خب میدانیم این نکته را، اینجا عام گفته از تمام حیوانات. بعدش اگر این رو خواسته باشید از زیر دست ما بگذرانید، این رو چه کار میکنید؟ گفته 7 جفت از پرندگان. اینجا گفته که از تمام حیوانات، خزندگان و پرندگان 1 جفت. یعنی چی؟ 7 جفت یا 1 جفت؟ کدام را قبول بکنیم؟ دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها قابل بحث هست، قابل گفتگو هست. چگونه ممکنه همچون چیزی؟ چگونه همچون چیزی امکان داره؟ چی میگه این؟ یک بار میگه که 1 جفت خدا گفت که همراه خود ببر داخل کشتی، ولی نوح همراه خود 7 جفت برد. یعنی چی؟ و این هم دستوره، اون هم دستوره، این هم دستوره. مگر همچون چیزی امکان داره دوستان عزیزم؟ لذا این در حقیقت یک تناقض بسیار آشکار هست، تناقض بسیار واضح هست که متاسفانه اینها در این کتاب آن را نسبت میدن به خدا، ولی متاسفانه مرتکب شدن. ببینید شما در جای دیگر باز هم تناقض دیگری در سفر خروج هست. در سفر خروج باب 24 در یک جا میگه که بنی اسرائیل، موسی و هارون و بزرگان بنی اسرائیل الله را دیدن، خدا را دیدن. اما در جای دیگه میگن نه، خدا را ندیدن و خدا دیده نمیشه. دقت کردید؟ اینجا را دوستان عزیز و بزرگوارم ببینید با دقت. سفر خروج هست، یکی از اسفار 5گانه توراته، باب 24 اینجا آیه 9 میگه موسی و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل از کوه بالا رفتند. آیه 10 و خدای اسرائیل را دیدند. دقت کردید؟ خدای اسرائیل را دیدند، یعنی خیلی واضحه دیگه، نیاز به هیچ تفسیری نداره که تفسیر بکنیم. باز اگر میخواید مثلا بگید دیدند، نه به معنای دویدند، خب خیلی خوب، حالا بیا این را قبول کنین. بعدن چی میگه؟ به نظر میرسید که زیر پای او فرشی از یاقوت کبود به شفافی آسمان گسترده شده بود. هر چند بزرگان اسرائیل خدا را دیدند، باز هم تأکید میکنه، اما آسیبی به ایشان وارد نشد. آنها در حضور خدا خوردند و آشامیدند، نوش جانشان. خب ببینید شما در همین سفر تثنیه چی میگه؟ سفر تثنیه آیه باب 4. دقت کنید دوستان عزیز، سفر تثنیه باب 4 وقتی موسی علیه السلام صحبت میکنه از نعمتهایی که خدا به بنی اسرائیل داده، به اونها یادآور میشه. باب 4 موسی قوم را ترغیب به اطاعت میکند، یادآور میشه برخی از نعمتها. اینجا ببینید چی میگه. نویسنده یادش رفته که در سفر خروج نوشته بود که این مردم یعنی بنی اسرائیل خدا را دیدن، ولی اینجا وقتی نقل قول از موسی علیه السلام میکنه باز میبینین که حرفش عوض میشه. باب 4 فصل 4 سفر تثنیه آیت 11 شما در دامنه کوه ایستاده بودید، ابرهای سیاه و تاریکی شدید اطراف کوه را فرا گرفته بود و شعله‌های آتش از آن به آسمان زبانه می‌کشید. 12 آنگاه خداوند از میان آتش با شما سخن گفت، شما کلامش را میشنیدید ولی او را نمیدیدید. یعنی چی؟ حالا دیدن یا ندیدن؟ شما فهمیدید بیننده عزیز چی شد؟ بله، اونجا در سفر خروج گفت که خدا را دیدند و حتی وصف کرد که نعوذ بالله زیر پای خدا چی بوده؟ وصف کرد و گفت با وجودی که بنی اسرائیل خدا را دیدن به اونها صدمه نرسید. اما اینجا میگن نه، صدای خدا را شنیدند ولی چه کار شد؟ ولی او را ندیدند، ولی او را نمیدید. این دقت کنید دوستان عزیز، نمیدیدید، او را نمیدیدید. خیلی خوب، حالا کدام را قبول بکنیم؟ ما بیننده عزیز ما متحیر مانده، میگه واقعا این کتاب از جانب خداست؟ جناب کشیش باید این را جواب بده.
خاخام یهودی باید این را جواب بده، چون همه ایشان این را قبول دارن و میگن این کتاب خداست، میگن این همان تورات است که خدا برای موسی فرستاده. خب بیان برای ما جواب بدن، برای بیننده جواب بدن، برای جوانی که پژوهشگر، جوان دانشگاهی میخواد معلومات پیدا بکنه در این مورد جواب بدید، برای جوان مسیحی جواب بدید، برای جوان یهودی جواب بدید، بگید برایش که این چی معنا داره. یک جا میگید که نوشتید، چون ما میگیم که این کلام خدا نیست. یک جا شما میگید، شما دارید ادعا میکنید که و نوشته کردید چنین که گویا خداوند خودش را به بنی اسرائیل نشان داد و بنی اسرائیل او را دیدند و حتی توصیف کردید از خدا، ولی در اینجا میگید که خدا را ندیدند. شما نوشته کردید همچون چیزی را. بیایید این را ثابت بکنید کدام یکی درسته. ما گفتیم که اجتماع نقیضین محاله، یعنی دو چیزی که با هم متناقض باشه جمع نمیشه. شما پاسخ بدید که سفر خروج درست است یا سفر تثنیه راست میگه، کدام یکی درست هست و کدام یکی به حق نزدیک است و کدام یکی داره حقیقت را بیان میکنه و کدام یکی تفره رفته و از حقیقت خارج شده، کدام یکی. این پاسخیه که باید برای ما کشش های مسیحی و خاخام های یهودی جواب بدن. من مطمئنم که برخی از بینندگان ما متحیرند که چگونه همچون چیزی امکان داره کتاب مقدس ادعا میشه کتاب مقدس برای جوان یهودی، برای جوان مسیحی به خصوص همان سفر مزامیر را میخوانند. تمام. فقط 4 تا ادعای دروغ هم میکنن، ولی از این کتاب دیگه جوان چیزی خبر نداره، نمیدونه که در این کتاب چیست. به هر صورت برید در تناقض بعدی. البته دوستان عزیز اینجا یک تعلیق بدم و آن این که نظر ما مسلمان ها هم این است که الله متعال در این دنیا دیده نمی شود. الله در این دنیا دیده نمی شود. اگرچه اختلافی در این که رسول الله علیه السلام در آسمان ها در شب معراج الله را دیدن یا ندیدن از زمان صحابه تا به حالا وجود داشته و قول صحیح بر اینه که ندیدن. اگر هم که ثابت بشه که دیدن، اون خارج از ماورای دنیاست، ماورای دنیاست. ولی در این دنیا کسی الله را دیده نمیتواند. همچنان که وقتی موسی علیه السلام از الله متعال تقاضا کرد که الله متعال میگه ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إني تبت وأنا أول المسلمين أنا أول المؤمنين. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه وقتی موسی آمد که با ما صحبت بکنه گفت که الله میخوام تو را ببینم. الله برایش گفت لن ترانی، هرگز مرا در این دنیا دیده نمیتوانی. در این دنیا الله را دیده نمیتوانی. بعد گفت به طرف کو نگاه بکن، اگر کو را دیدی که به جای خود ثابت ماند تو هم میتوانی ببینی در اینجا. ولی در آخرت حکمش فرق میکنه. الله متعال دیده میشه در آخرت، همچنان که الله متعال در سوره مبارکه قیامه با آن اشاره میکنه و میگه که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، سوره مبارکه قیامه. به هر صورت این نکته بود که به خدمت شما عرض بکنم. و این قول دوم که میگه الله خدا را ندیدن، این قول درسته، اما به نظر ما مسلمان ها این درسته. ولی آنچه در سفر خروج آمده که خدا را دیدن به نظر ما غیر صحیح است و نادرسته. اما این از دید ما مسلمان هاست. یک کشش چی میخواه بگه؟ ما خب راحت میگین اون اشتباهه، این غلطه، این آنچه که در سفر خروج آمده اشتباهه چون موافق با قرآن ما نیست. اما کشش میتونه این را بگه؟ کشش اگر بگه که اون اشتباه مجبور این را هم بگه اشتباهه. همه چیز زیر سوال میره. و یا اینکه بیای پاسخ بده. البته اینها را من به خدمتتون عرض بکنم در مقدمه همین مبحث و در مقدمه همین صحبت امروز هم تکرار کردم و گفتم که مکررن آن را تکرار کردم و گفتم که ما فرض میکنیم که سند این درست است، علا فرض صحت
سند این داریم این مسائل را مطرح میکنیم، وگرنه پیش ما ثابت هست که این کتاب سند نداره و در برنامه‌های گذشته هم به صورت تفصیل صحبت کردیم. هر کس میخواد بیشتر معلومات پیدا بکنه در برنامه‌های گذشته مراجعه بکنه. به هر صورت بریم در تناقض بعدی. در سفر خروج میگه که این هم مرتبط به همین موضوع دوستان عزیز، این هم مرتبط به دیدن خداست. در سفر خروج مثل که اونجا ادعا کرد، در سفر خروج اونجا ادعا کرد که بنی اسرائیل خدا را دیدن، در اینجا ادعا میکنه که گویا موسی علیه السلام با خدا نشست و خلاص رو در رو با هم نشستند و مثل دو تا دوست با هم صحبت کردند. ببینید اینجا سفر خروج را دوستان عزیز، این سفر خروج است باب 33. سفر خروج باب 33. اینجا هم گذاشته نامش را، عنوانش را ملاقات با خدا در خیمه عبادت. خیلی خوب. این قسمت که نشانی است سفر خروج باب 33 آیت 11 میگه در داخل خیمه عبادت خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند با موسی رو در رو گفتگو می کرد. بله، در این شکی نیست که الله متعال با موسی علیه السلام صحبت کرده، در این شکی نیست. اما این که مثل دو دوست رو در رو با هم بنشینن صحبت کنن، نه، این غیر صحیح است، این درست نیست. همچنان که ما قبلا گفتیم قرآن ما هم میگه و کلم الله موسی تکلیما، الله متعال با موسی صحبت کرد. و همچنین آیه‌ای که قبلا خواندم از سوره اعراف که الله متعال میگه خدا با او صحبت کرد، با موسی علیه السلام صحبت کرد. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، با موسی صحبت کرد پروردگارش. حالا اینجا ببینید چی میگه، دوباره دقت کنید دوستان، از در داخل خیمه عبادت خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند، دقت کردید، با موسی رو در رو گفتگو میکرد. خیلی خوب، بریم در سفر بعدی، در سفر تثنیه باشه احتمالاً. بله، نه سفر تثنیه نیست، همین سفر خروجه، ببخشید، در همین سفر خروج در اون سفر در جای دیگه خلاف این را ثابت میکنه و میگه که موسی علیه السلام با خداوند متعال صحبت نکرد و خدا میگه که من با کسی صحبت نمی کنم، با کسی رو در رو نمی نشینم. همین جاست، دقیقاً همین سفر، ببخشید همین سفر 33 سفر خروج باب 33. اینجا چی گفت که با موسی رو در رو گفتگو میکرد. بعد اینجا چی میگه؟ خدا قول میدهد با قوم خود باشد، خدا قول میدهد با قوم خود باشد. خیلی خوب. آیه 20 من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی چون انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. دقیقاً همان چیزی که در قرآن ماست. لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. وقتی که هم الله تجلی میکنه به کوه، حضرت موسی بیهوش میشه، میفته. حالا اینجا کدام یکی را ما قبول بکنیم؟ همین سفر خروج، جالبه، همین سفر خروج میگه که بنی اسرائیل خدا را دیدند، مثل که قبلا عرض کردیم. اینجا میگه که انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. چگونه پس اینها زنده ماندند؟ حتی اونجا خوردن و آشامیدند به تعبیر خود این سفر خروج. در اینجا میگه موسی با خدا رو در رو صحبت کرد، اما در اینجا میگه که تو مرا نمیتونی ببینی و نمیتواند انسان مرا ببیند و زنده بماند. چگونه امکان داره همچون حرفی؟ چگونه میتواند همچون حرف درست باشد؟ حالا این درسته یا اون درسته؟ یکی از اینها میتونه عزیزان درست باشه، نمیتونه هر دو گفتیم با هم صحیح باشه. آیا خدا را دید، رو در رو با او صحبت کرد، و یا این که ندید، یا این که خدا گفت تو مرا نمیتوانی ببینی، تو انسانی اگر ببینی میمیری، از دنیا میروی؟ کدام یکی صحیح است؟ اگر به من مسلمان این سوال متوجه من مسلمان بشه، خیلی راحت میگم که این درسته.
خدا دیده نمیشه و اگر انسان در این دنیا ببینه، در این دنیا، باز هم تکرار میکنم تا اهل بدعت از سخن ما سوء استفاده نکنن، اگر در این دنیا خدا دیده بشه و نشان بده خودش را، انسان میمیره طبق که قرآن میگه. اما در آخرت بحثش جدای، الله متعالی همان قدرت و توانایی برای انسان میده. اما حرف اینجاست که اگر این سوال متوجه کشیش و جناب خاخام بشه چی جواب میده؟ کدام یکی را تایید میکنه؟ بنی اسرائیل خدا را دیدند به تعبیر سفر خروج یا ندیدند به تعبیر سفر تثنیه؟ و اینکه اگر خدا را کسی ببیند و انسان ببیند میمیرد و نمیتواند ببیند، کدام یکی درسته؟ آیا موسی با خدا رو در رو صحبت کرد، مثل دو دوست کنار هم نشستن با هم گفتگو کردند، یا این که نه خدا برای موسی گفت مرا نمیتوانی ببینی، چهره مرا دیده نمیتوانی، اگر ببینی میمیری تو؟ کدام یکی درسته؟ این سوال متوجه کشش ها میشه و متوجه کسانی میشه که ادعا میکنن که از دین مسیحیت و یهودیت چیزی میدانند. و اگر کدام یهودی فارسی زبان و مسیحی فارسی زبان برنامه ما را میبینه به صورت زنده و مستقیم هست، میتونه تماس بگیره، این رو پاسخ بده. کدام یکی از اینها درسته؟ کدام یکی از اینها را ما بپذیریم؟ مثلا شما تصور کنید که یک انسان میخواد یهودی بشه، نصرانی بشه، حالا میخواد نصرانی بشه، شما به عنوان یک تبشیری، به عنوان یک دعوتگر دینی مسیحی میخواید فرد را دعوت کنید. حالا کدام یکی از اینها را بپذیره؟ کدام یکی از اینها را قبول بکنه؟ بنی اسرائیل خدا را دیدن یا ندیدن؟ موسی خدا را دید یا ندید؟ این تناقضات باید پاسخ داده بشه. به هر صورت دوستان عزیزم اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه انشاءالله بحثمان را ادامه میدیم. انشاءالله با هم دیگر یک میان برنامه میبینیم و بعدا برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و کسانی که از عبادت طاغوت و معبودان باطل دوری گزیده و به سوی الله روی آورده اند، آنان را بشارت بهشت است. پس بندگانم را مژده بده. آنان که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند، الله چنین کسانی را هدایت بخشیده است و چنین کسانی خردمندند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. یا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید. این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه بازسازی اندیشه در خدمت شما هستم با موضوعیت تحریف یا تناقضاتی که در عهد قدیم و عهد عتیق وجود دارد. دوستان عزیز و بزرگوار، 4 مورد از مواردی که در عهد عتیق و 3 مورد به خصوص آنچه که در تورات، در اسفار 5گانه تورات هست را به خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوارم عرض کردم و بیان نمودم. حالا انشاءالله با موارد دیگری میپردازیم و با هم دیگر میبینیم که این کتاب چقدر مورد دستبرد قرار گرفته و چقدر تحریف شده و چقدر متاسفانه با آن جفا صورت گرفته. دوستان عزیز و بزرگوارم، در اینجا مسئله را نقل میکنه. در سفر پیدایش میگه که الله یا خدا برای ابراهیم گفت که تنها فرزندت که اسحاق است او را گرفته و ببر قربانی کن. در حالی که در سفر پیدایش میایه که هنوز اسحاق متولد نشده بود که اسماعیل 13 ساله بود. حالا نکته ای که قابل بحثه، شاید کسی بگه چرا این یعنی چی ربط داشت؟ چرا ربطش اینه که در اونجا میگه که خدا برای ابراهیم گفت تنها فرزندت اسحاق را بگیر ببر قربانی کن، در حالی که در همین سفر یعنی در سفر پیدایش دوباره میایه میگه که وقتی اسماعیل 13 ساله بود اسحاق در شرف تولد بود. یعنی چگونه ممکنه تنها فرزندت و باز از این طرف این چی رقم ممکنه؟ اجازه بدین با هم دیگر مستدل صحبت بکنیم. این سفر پیدایش دوستان عزیزم، سفر پیدایش باب 22، امتحان ابراهیم. مدتی گذشت و خدا خواست ابراهیم را امتحان کند، پس او را ندا داد. ای ابراهیم. ابراهیم جواب داد بله خداوندا. آیه 2، خدا فرمود یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری برداشته به سرزمین موریا برو و در آنجا وی را بر یکی از کوههایی که به تو نشان خواهم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. حالا دوستان عزیزم اینجا را خوب دقت کنید، این نکته خیلی برایم مهمه. یگانه پسرت اینجا خودش تفسیر کرده یعنی اسحاق را. یگانه پسرت یعنی اسحاق را. خیلی خوب، سر میزنیم اینجا. این همین سفر پیداشه. دوست سفر قبلش اینجا یادش رفته که قبلا اسماعیل هم وجود داشته، یادش رفته، یا یادش رفته کسی که اینجا نوشته، و یا اینکه همان عنادی که اینها با فرزندان اسماعیل دارند، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر آخر الزمان از فرزندان اسماعیل هستند، اسماعیل ذبیح نه اسحاق. میخوان این فضیلت را به شکل از اشکال از اسماعیل و فرزندان اسماعیل سلب کنند و چون خودشان یهودی هستند و از نسل اسحاق هستند چیکار بکنن؟ آن را نسبت بدن به اسحاق. خب این غیر ممکنه، غیر ممکنه. اینجا را دوستان عزیز دقت کنید. اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد و نسل او را چنان زیاد خواهم کرد که قوم بزرگی از او به وجود آید. 12 امیر از میان فرزندان او برخواهند ساخت. اینجا را وقتی که رافضی ها آخوندهای رافضی میبینن میگن خب 12 امیر یعنی 12 امام، چون میگن اینها از نسل اسماعیل. 12 امیر میگه، گوشای خود را آخوند باید باز کنه. 12 امیر میگه، 12 امیر. امیر میدانید یعنی چی؟ 12 امیر. چون از این استدلال میکنن به 12 امام. خب خیلی خنده داره. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم هم میگه که وقتی در مورد اشهر صحبت میکنه 12 شهرا فی کتاب الله، میگه 12 شهرا فی کتاب الله یعنی 12 امام، یعنی 12. استغفر الله. هر جا 12 دیدن میچسباند، چون این اهل باطل این گونه در طول تاریخ هر جایی که ببینن یک چیزی یعنی یک ارتباطی داره میچسبانن. ولی اینجا خب هیچ راهی نمیمانه. 12 امیر از میان فرزندان او برخواهند ساخت. اما عهد خود را با اسحاق که ساره او را سال دیگر، دقت کنید، که ساره او را در سال دیگر در همین موقع برای تو خواهد زایید استوار میسازم. یعنی که اسماعیل قبل از اسحاق بوده و حتی سنش را هم بعداً میگه.
آنگاه خداوند از سخن گفتن با ابراهیم باز ایستاد و از نزد او رفت. سپس ابراهیم فرزندش اسماعیل و سایر مردان و پسرانی که در خانه‌اش بودند چنان که خدا فرموده بود ختنه کرد. 24 تا 27. در آن زمان ابراهیم 99 ساله و اسماعیل 13 ساله بود. دقت کردید؟ چیزی که برای من خیلی مهمه، اولا اینجا میگه که اما عهد خود را با اسحاق که ساره او را سال دیگر در همین موقع برای تو خواهد زایید استوار میسازم. بعد در اینجا میگه اسماعیل در این زمان 13 ساله بوده. یعنی چی؟ یعنی که 1 سال بعد اسحاق قراره که متولد بشه در همین موقع. یعنی اسماعیل 14 ساله که اسحاق متولد میشه. اما چرا در اینجا میگه که خدا فرمود یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش میداری برداشته و بر آن را قربانی کن؟ چرا؟ آیا واقعا اسحاق تنها پسر ابراهیم علیه السلام بوده؟ خب اگر بوده چرا اینجا چون این چیزی نوشتید؟ اینجا میگید که اسماعیل 14 سال، به اقرار خودتان 14 سال از اسحاق بزرگ بوده. شاید یادشان رفته و نه، شاید همان موضوع دشمنی که با فرزندان اسماعیل دارند، دشمنی که با شخص محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، اینها را وادار به این کار میکنه. وادار میکنه چون این دروغ بگن، وادار میکنن که چون این کتاب خدا را دروغ بشمارند. من مطمئنم که اینجا در کلام خدا این گونه بوده که یگانه پسرت یعنی اسماعیل را که بسیار دوستش میداری برداشته به سرزمین فلان ببر. مطمئنم که یگانه پسر اسماعیل بوده، چون هنوز اسحاق متولد نشده بوده و اگر متولد میشد و اسحاق می بود نباید خدا برای ابراهیم میگفت یگانه پسرت، بلکه میگفت اسحاق را ببر قربانی کن، چون پسر دیگری ابراهیم داره. پسر دیگرش اسماعیله که به تعبیر خودشان 14 سال از اسحاق بزرگتره. چگونه این مشکل را حل میکنید؟ چگونه چون این مشکل را میخواهید حل کنید؟ بله دوستان عزیز، این تناقضه، خیلی تناقض آشکاریه، خیلی تناقض آشکاریه. حالا یگانه پسر اسماعیل بود یا اسحاق؟ اگر اسحاق یگانه پسر بود، خب خودتان قبلا گفتید، 2 فصل گذشته گفتید که اسماعیل 14 ساله بوده که اسحاق به دنیا آمده. چگونه میتواند یگانه پسر باشد؟ به هر صورت این هم تناقضیه که باید کشش‌های مسیحی و خاخام‌های یهودی جواب بدن. در جای دیگر در این تورات، در سفر خروج باب 32، این سفر خروج دوستان عزیز باب 32، ببینید که چی میگه. این باب 32 سفر خروج دوستان عزیز، دقت کنید. خدا را متهم میکنه به پشیمانی که خدا نعوذ بالله پشیمان میشه. نعوذ بالله خدا پشیمان میشه. باب 32 آیه 14: بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد. یعنی چی؟ گویا این که در مورد یک انسان عادی صحبت میکنن. توهین به ذات پروردگاره. دقیقاً عقیده رافضیان که چیزی به نام بدا میشمارن از اینجا گرفته شده و شاید قبل از این، نمیدانم، من قبل از این سراغی ندارم که در کدام جای دیگه دیده باشه. این عقیده از این یهودیت گرفته شده، از این سفر خروج گرفته شده. عقیده بدا، نعوذ بالله. خدا یک تصمیم میگیره بعداً تصمیمش عوض میشه. شاید بگن شما عقیده بدا را نمیدانید. این خیلی عادیه دیگه. به تمام این گروه های باطل هر چی برایش میگه شما منظور ما را درست نفهمیدید، شما متوجه نمیشید به حرف ما. یعنی ما کلام خدا را متوجه میشیم، کلام این جناب عالی ها را متوجه نمیشیم. کلام پیامبر را متوجه میشیم ولی کلام این را متوجه نمیشیم. هر کسی را که نقد بکنی، نقد علمی بکنی، میگه تو کلامش را نفهمیدی. پیروانش میگن تو کلامش را نفهمیدی. یعنی چی؟ کلامش را نفهمیدی. خب شما بیا بفهمون ما را.
شما بیا بفهمون بگو شما غلط فهمی کردید، هر حقیقتش اینه. این خیلی راحته، حقیقتش اینه. خیلی خوب، با هم صحبت میکنیم که حقیقتش چیست. به هر صورت این حاشیه روی بود پیرامون این موضوع. اینجا در سفر خروج باب 32 میگه که بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد، یعنی خدا پشیمان شد، نعوذ بالله. اما در سفر اعداد باب 23، سفر اعداد باب 23 ببینید اینجا چی میگه. خیلی اینها یعنی اصلا چی بگم، یک چیزی را میگه باز خیلی راحت این کار میکنن، خیلی راحت این کار میکنن، یادشان میره. بله اینجا باب 23 سفر اعداد. خدا انسان نیست که دروغ بگوید، اولا. دوم، او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. دقت کردید؟ یعنی این که خودشان هم اعتراف میکنن که تغییر فکر دادن، پشیمان شدن، منصرف شدن از صفات نقص، از صفات انسانی است. اما اینکه اینها چگونه جرأت کردن در سفر خروج به خداوند متعال چنین نسبت ناروایی دادن که خدا نعوذ بالله از فکر، از دیدگاه خود پشیمان شد و از دیدگاه خود منصرف شد، این چیزیه که باید اینها جواب بدن، باید یهودیان جواب بدن، باید کشش‌های مسیحی جواب بدن. من وقتی میگم یهودی یا یعنی خاخام‌های یهودی، این مردم بیچاره که نمیفهمند. ملت یهود، ملت مسیحیان، ملت نصرانی ها، اینها بیچاران نمیفهمند. این مسائل را یک بار هم نخواندند. اکثر اینها و اغلب اینها 90% اینها چیزی نمیدانند از کتاب مقدس. فقط بیچاره را دور پیش خود جمع کردن، یک صلیب به گردنش کردن، تو شدی مسیحی. اون هم یهودی، خلاص بیا یک چیزی بخوانم اونجا، یک 4 تا حرکات موزون از خود انجام بدی، همان عباداتی که خودشان دارن. حالا به هر حال اینجا ما تمثیل از یهودیان و نصرانیان نکنیم، خلاص همون کارها را انجام بده، عبادتی کردی، تمام، برو دیگه، تمام. همین یهودی باش، خوبه، بمان به همان حالت خود، مسیحی به همان حالت خود بمان. اما جای تعجب یک جوانی که خودش را عاقل میدانه باز میره مسیحی میشه، این از همه واقعا تعجب آورتره. بله، خودش را عاقل هم میگه. این بیچاره هم کتاب مقدس را نخوانده و قبل از آن از قرآن هم آگاه نیست. یعنی وقتی مسلمان بوده از آن خیری نبوده، حالا که مسیحی شدم از آن خیری نیست. ولی به خدا قسم اینها را ما از روی خیرخواهی میگیم. یعنی چگونه ممکنه همچون حرفی؟ این صفت ناروا به پروردگار متعال، صفت منصرف شدن پروردگار، صفت پشیمان شدن پروردگار که صفت نقص برای پروردگار، که خودش هم میگه او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. یعنی خدا مثل انسان نیه که تغییر فکر بده. وقتی وعده بکنه انجام میده، وقتی تصمیمی بگیره به تصمیم خود الله محکمه. الله چون از آینده خبر داره، تصمیمی نمیگیره که بعداً پشیمان بشه. ما انسان‌هاییم که تصمیم میگیریم و بعداً پشیمان میشیم، چون نمیدانیم، از عاقبت کار خود خبر نیستیم. اما الله عالم الغیبه. وقتی ما میگیم الله نعوذ بالله از فکر خود منصرف شد و پشیمان شد و تغییر فکر داد، یعنی این که ما صفات پروردگار را انکار کردیم، یعنی که خدایی خدا را به زیر سوال بردیم. چگونه همچون چیزی دوستان عزیزم ممکنه؟ لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها برخی از تناقضاتی بود. انشاءالله این مبحث تناقضات همچنان ادامه داره، ولی من دوست دارم که دوستان عزیز هم مشارکات داشته باشن و انشاءالله دقایق با دوستان صحبت بکنیم. آنچه که مطرح شد مورد مناقشه قرار بگیره، اگر کسی حرفی داشته باشه بشنویم. اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعدا انشاءالله دوباره در خدمت شما قرار میگیریم و صدای گرم شما عزیزان را خواهیم داشت و همچنین عزیزانی که در فیسبوک هستند سوال نوشته باشن که مرتبط با مبحث ما باشه، انشاءالله جواب خواهیم داد.
و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. قبل از هر چیز از اتاق فرمان تقاضا می کنم که شماره را زیرنویس بکنن تا اینکه دوستان عزیزی که سوال دارن انشاءالله سوالات خودشان را مطرح بکنن. و همچنان که میدانید مبحث ما پیرامون تناقضات در کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق و به خصوص اسفار پنجگانه تورات بود. دوستان عزیز از این به بعد می توانند با این شماره که زیرنویس شد تماس بگیرند و حرفهایی که دارند در این مورد و مرتبط به موضوع باشه انشاءالله خواهیم شنید حرفهای عزیزان را. اگر کسی تعلیقی داره و یا اینکه انتقادی داره، پیشنهادی داره پیرامون موضوع برنامه و یا اینکه جوابی دارن برای آنچه که ما مطرح کردیم در طول برنامه که چرا این تناقضات در یک کتابی که با آن تقدس داده میشه و کتاب مقدس گفته میشه چرا این تناقضات وجود داره، خوشحال میشویم که کسی بیاید برای ما جواب بده. البته جواب علمی، نه جواب هوایی، چون تفاوت دیگه میدانید میان این دوتا. یکی جواب علمی هست که آنگونه‌ای که ما صحبت کردیم جواب میده، یکی اینه که خلاص میگه نه نیست، تمام، حرف تمام میشه. اولین تماس را با هم میشنوید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب بیننده عزیز ما فکر کنم قطع شدن. خیلی خوب، گفتیم که پاسخ باید پاسخ علمی باشه. آنگونه ای که ما گفتیم کسی بیایه به هر حال دلیل بگه برای ما و به هر حال بگه که نه اینجا این گونه نیست، این گونه هست، این مرادش نیست، این است مرادش، که ما هم با هم انشاءالله صحبتی داشته باشیم و در این مورد با هم حرف بزنیم. به هر صورت دوستان عزیز، همچنان که به خدمتتان وعده دادم اجازه بدید که سوالاتی هم که در فیسبوک هست، برخی از دوستان سوالاتی کردن، آنجا هم با هم دیگر یک مراجعه بکنیم ببینیم که دوستان عزیز چی سوالاتی دارن. سوالات دوستان عزیز را با هم دیگر بخوانیم. یکی از دوستان عزیز ما سوال کردن که بعضی سوالات دوستان عزیز مرتبط به برنامه ما نیست. یکی از دوستان سوالی کرده بودن پیرامون موضوع اناجیل، که اناجیل چگونه با هم اختلاف داره. ما خب قبلا هم در مورد اناجیل به صورت تفصیل دوستان عزیز صحبت کردیم و به صورت تفصیل صحبت شده در این باره. باز هم تناقضاتی که هست و از نظر تاریخی و همچنین از نظر اشکالاتی که در این کتاب هست، مشخصه که این کتاب دست خورده و مورد به دستبرد قرار گرفته. تماسی میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب متاسفانه که تماس بیننده ما قطع میشه، نمیدانم چرا. بله، سوال دوست عزیز ما این بود که گفتن آقای عمر بهارستان، اگر اسمشان را درست خوانده باشن، گفتن در کتاب انجیل چطور تغییراتی آمده، می شود برایم بگویید؟ من در چندین برنامه برایتان گفتیم. دوست عزیزم، ما در برنامه‌های گذشته هم گفتیم، اگر شما یک لطف بکنید سری به یوتیوب بزنید، ما در آنجا به صورت تفصیل در این باره صحبت کردیم و تغییراتی که در این کتاب هست. اولا بزرگترین تغییری که آمده اینه که چرا از میان 4 انجیل، از میان اناجیل مختلفی که صدها انجیل بوده، چرا 4 تا انتخاب شده. و همچنین مبحث دیگری که دوست عزیز ما برای کتاب انجیل گفتیم، اناجیل 4گانه به خصوص هیچ سند درست و حسابی نیست که به صاحبان این کتاب ها برسه. حالا صرف نظر از این که به عیسی علیه السلام نمیرسه، حتی به صاحبان این کتاب ها هم نمیرسه، نه به متی میرسه، نه به لوقا میرسه، نه به مرقس میرسه و نه هم به یوحنا میرسه. پس اینها را از کجا آوردن ما هم نمیدانیم. اینها را از کجا آوردن ما هم نمیدانیم. چگونه سندی برای این مطرح میکنند، چگونه سندی برای آن به هر حال گفته میشه، نمیدانیم والله. بله، دوست عزیز سوال کردن که من چندین سوال دارم. خب اگر دوست عزیز سوالاتتان را اینجا مطرح کنید انشاءالله که ما سوالاتتان را خواهیم خواند. تماسی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم. این شبکه میگه که خداوند تعالی درسته کسی نمیتونه خدا ببینه، اما خدا خودشی که مکنه نشده، که اگه خدا خواستش به شما نشده مکنه نشده. یک نور میاد خودش نشون بده، اما معرفی ممکنه نکنه. اما
این نشون که مثلا به خدای قدرت داره، خدا کامل دیگه. دوست عزیزم من متوجه حرفتان نشدم. شما دارید دفاع میکنید یا دارید تایید میکنید؟ متوجه حرفتان نشدم. اگر کمی واضح بسازید کدام شبکه چی گفته و به هر حال حرفش چیه؟ بفرمایید برادر عزیزم. بله متاسفانه نتوانستید درست منظورتان را برسانید. دوباره اگر تماس بگیرید منتظر هستیم. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید بیننده عزیز. وقت شما بخیر فاتح عزیز. من تشکر میکنم از شما به خاطر این برنامه‌ای که چند هفته در مورد مسیحیت می‌فرمایید. بسیار بحث برادر عزیز اگر لطف کنید قبل از هر چیز معرفی بفرمایید، از کجا در تماس شدید؟ عذر میخوام، من عبدالله هستم. آقای فاتح زنگ می‌زنم. بله آقا عبدالله عزیز بفرمایید. اگر پیرامون موضوع برنامه تناقضات که در عهد قدیم هست اگر حرفی دارید بفرمایید. من اولا تشکر میکنم چون تبلیغاتی که زیاد میکنن مسیحیات ایران و متاسفانه برخی حالا تو افغانستان جان فرقی نداره و برخی نفر از راه مسیحیت گرفتن. آقا عبدالله عزیز صدایتان کمی برای ما به مشکل اینجا میرسه. اگر دوباره تماس بگیرید کمی صدا شفافتر باشه بهتر خواهد بود. تشکر، جزاکم الله خیرا. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام بیننده عزیز، بفرمایید. سوالتان را اگر کمی واضح تر بفرمایید چون قبلا بنده متوجه نشدم شما چی گفتید. باشه. سلام به شما میگم، شاداب پیروز شما. بعد آجا خداوند تعالی خودش متنن نشده اما کس خداوند تعالی رو نمیتونه ببینه. اگر ببینه که میشه دو تا خدا دیگه، اما خداوند تعالی خودش متنه به همه ما نشون میده. خوش همه ما 7 میلیارد جمعیت همزمان داره یک ثانیه با هم داره میبینه خدا ما. ولی ما توان دیدنش رو در این دنیا نداریم، درسته؟ ما نداریم، نه. بله درسته. انسان نداره اما خداوند تعالی خوش متنه نشده که خودش در قرآن کریم نفی کرده، گفته که لن ترانی، شما مرا در دنیا دیده نمیتوانید. بله اما نگفته خداوند تعالی نگفته که من بی دنیا به شما خودشون نشان نمیدم. این حرف نگفته قرآن، تو قرآن واسه نگفته یار. درسته؟ سوره اعراف الله متعال وقتی در مورد حضرت موسی صحبت میکنه خداوند متعال میگه لن ترانی، تو مرا هرگز نمیتوانی ببینی در دنیا. ولی گفتیم در آخرت میتونه که انسان الله را ببینه. بزرگترین نعمت در بهشت، از بزرگترین نعمت ها در بهشت دیدار پروردگار متعاله. اما در دنیا انسان توانش را نداره، چون به گونه الله متعال انسان آفریده، به گونه الله متعال انسان آفریده که توان دیدنش را نداره. به همین واسطه الله متعال به موسی گفت که گفت به طرف کو نگاه بکن فین استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کو به جای خود ثابت مان تو میتونی مرا ببینی. وقتی کو نتونه توانش را نداره ما خب نمیتوانیم، ما انسان ها ضعیفیم در دنیا، اما در آخرت حکمش فرق میکنه. من حرف شما را قبول دارم، اما اینجا شما یک اشتباهی شما میکنین. خداوند تعالی کامل همه انسان ها را داره زیر نظر داره میبینه. بعد متنه خودشی اگه به یکی نشده متنه نشون میده، اما نمیگه که ممکنه نگه من خدایم، من شما رو خلق کردم. دوست عزیزم شما امتیازی خدا اشتباه نمیکنه. خب دوست عزیزم هیچ زمان اشتباه نمیکنه که خدا، چون که اگه قرار بشه که یک حرفش بگم ما بگذارم برای فردا این حرف من اشتباه کردم، نمیشه اصلا. این حرف نمیشه. خدا این امتیاز رو به هیچ کس نمیده، به ملائکه دوست عزیزم برادر عزیزم به خاطر اینکه بحث خیلی به درازا نکشه، شما میدانید معنای لن ترانی یعنی چی؟ در قرآن کریم آمده در سوره اعراف دیگه، لن ترانی الله به موسی علیه السلام میگه. نه خیلی من سواد ندارم. خیلی خوب، پس من برایتان توضیح میدم. این کلمه را اصلاح کنید لطفا، این کلمه را اصلاح کنید که میگید شما اشتباه میگید، چون من بر اساس قرآن کریم برایتان گفتم.
قرآن کریم این گونه میگه، من نمیگم، من از پیش خود چیزی برایتان نگفتم. قرآن کریم را مراجعه کنید، سوره مبارکه اعراف، الله متعال در اونجا وقتی به موسی علیه السلام میگه لن ترانی، تو ما را در دنیا دیده نمیتونی، یا لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. در سوره مبارکه بله. تشکر از شما، در سوره انعام. تشکر از شما، خیلی ممنون. سلامت باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنوید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلامت باشید برادر عزیزم، بفرمایید، معرفی بفرمایید، از کجا در تماس شدید؟ سلامت باشید. من آرمین هستم، از تهران مزاحمتون میشم. بفرمایید. سوالی برام پیش اومده. بفرمایید. پیرامون موضوع برنامه باشه. بفرمایید. بله، پیرامون موضوع برنامه. با توجه به اینکه شما مسلمان‌ها فرقه‌های متعددی دارید. شما دین شما چیه برادر عزیزم؟ دین شما چیه؟ مسیحی هستم. شما مسیحی؟ من مسیحی هستم. بسیار. چرا میاد همش به اختلاف توی مسیحیت میخواید بپردازید؟ شما دوست عزیزم قبل از اینکه شما این اعتراض را بکنید، آیا میدانید که در میان نصرانی ها و مسیحی ها در میان شما چند فرقه وجود داره؟ بله، چرا نمیدونم. چند فرقه هست؟ چند فرقه من نمیخوام شما الان در مورد دین من صحبت بکنید. من در شما چند فرقه دارید؟ دوست عزیزم آرام با هم صحبت میکنیم. آرام صحبت میکنیم. شما خود 1000 فرقه به اسم شبکه توحید میاد، شما میگید دوست عزیزم من از شما یک سوال ساده کردم. یک سوال ساده قدم به قدم با هم پیش میریم، این که ما با هم دیگر جنگ که نداریم. گفتم که مسیحیت چند فرقه هست؟ همین فعلا چند فرقه هست شما میدانید؟ ببینید مگه من قرار ببینید اولا که من نوکیش مسیحی هستم، نیاز ندارم. بعد دوست عزیزم سوال را پاسخ بدید. سوالی کردید، شما اعتراضی کردید، اعتراضی بر خودتان وارده، این سوال را پاسخ بدید، بعدا میریم مباحث دیگر با هم صحبت میکنیم. ما که با هم جنگ نداریم. این هم کتاب مقدس شما ادعا میکنید که مسیحی هستید، از این با هم صحبت میکنیم. حالا شما بگید که فرقه های مسیحی چند تا هستند؟ ببینید ما همه با هم یکی هستیم و یک چیزی. شما یکی هستین؟ شما یکی هستین؟ شما بذار من حرفمو بزنم، چرا اجازه نمیدید من حرف بزنم؟ بفرمایید. شما نمیدونم مسلمونا چرا اینجوری هستید. ببینید اصلا شما 10,000 تا هستیم، ما که با هم اختلاف نداریم. شمایید که داعش رو به وجود میارید، جنگ میکنید، همه دنیا رو خراب میکنید. چرا میاد در مورد ما حرف میزنید؟ ما اگه مشکل داشته باشیم در اون سازمانی، در اون گروهی برای خودمون حل میکنیم. خیلی خوب. شما چرا فکر کردید میتونید بیاید مشکل ما رو حل کنید؟ شما خیلی خوب. دوست عزیزم هیچ کدوم قبول ندارید. دوست عزیزم شما حرف از داعش زدید. من از شما یک سوال میکنم. من نمیدونم شما دوست دارید من سوالات شما رو جواب بدم، ولی شما از زیر سوالای من در میرید. ببینید شما امروز آمریکا دینش چیه که دنیا را خراب کرده؟ اون که رفیق شما و عربستان چیه؟ میگم دینش چیه؟ حالا عربستان رو رها کنید. دین آمریکا چیه؟ هر دینی توش داره. چی هر دینی توش داره؟ حالا خود همین ترامپ دینش چیه؟ اون اصلا هیچ دینی نداره. میگم که ترامپ دینش چیه؟ وقتی که چرا این کار میکنید دوست عزیزم؟ وقتی که قسم داده شد مگر دست روی بایبل، روی کتاب مقدس نگذاشت؟ هیچ دینی نداره چیه؟ حالا بر فرض اینکه حرف شما حالا بالفرض خیلی خوب هتلر دینش چی بود؟ چی بود؟ و الان شما 500 سال قبل دارید نگاه می‌کنید. نه دیگه این نمیشه. این چرا شما در میرید دوست عزیزم در میرید. شما اعتراض میکنید بر من. اول در مورد فرقه ها صحبت کردید، من برایتان گفتم فرقه های مسیحی چند تاست، در رفتید. خیلی خوب، گفتم اشکال نداره. شما فکر نکنید که من نمیفهمم میخواهید که از پیش من در برید. میدانم، ولی گفتم خیر باشه، اجازه دادم برایتان. آمدید حرف داعش را مطرح کردید، من ترامپ را میگم، شما این کار میکنید. از هتلر میگید هر دینی که داشت. یعنی چی هر دینی که داشت؟ من میگم دینش چی بود؟ مذهبش چی بود؟ به چی اعتقاد داشت؟ چی شد؟ خب من باید جواب بدم. بله حتما باید جواب بدید تا با هم دیگر به نتیجه برسیم. با هم به نتیجه برسیم. ما قبول میکنیم بر فرض اینکه هیتلر چه دینی داشته، مسیحی بوده، ترامپ هم مسیحی بوده. مسیحی هست، مسیحی بوده، مسیحی هست. ترامپ مسیحی هست. اگه ترامپ مسیحی هست که همین الان اگه بر فرض اینکه حرف شما درست باشه، نه بر فرض اینکه حرف من درست باشه چیه دوست عزیزم؟ شما مگر اطلاع ندارید در این باره؟
دوست عزیزم نه، حرفها باید دقیق باشه. ببینید شما وقتی میگید بالفرض که درست باشه، به این معنا که حرف من در شکه. اگر در شکه شما اطلاع دارید دینش چیه، برای من بگید دینش چیه. نه ببینید، من حرفم اینه، منظورم اینه که اگر یک مسیحی اشتباه میکنه دلیلی نیست که مسیحیت دین بدیه. خیلی خوب، ما هم دوست عزیزم، اگرچه در یک برنامه خاص، نمیدانم شما دیدید یا نه، از کتاب مقدس ثابت کردیم که چنان کشتاری در این کتاب موجوده که لا حد و لا حصر، یعنی بدون حصر و بدون شمارش چنان هست که غیر قابل شمارشه و اینها را تک تک نشان دادیم. اگر میخواید در یوتیوب مراجعه کنید ببینید برنامه را. بعد از آن دوست عزیزم وقتی شما این فرقه ها یا این گروه های مثل داعش را می آورید، مگر ما اعمال اونها را تایید کردیم یا گفتیم که اینها در اسلام آمده؟ همچون حرفی ما زدیم که شما میایید اینها را بر رخ ما میکشید. اگر چون این است که بر رخ بکشیم، کجا همچون حرفی ما زدیم؟ ببینید همین شما گفتید، حالا اگه خواستید کجا گفتید؟ کجا بفرمایید کجا گفتید؟ ما شاید یک سال قبل کجا گفتیم دوست عزیزم؟ کجا گفتیم همچون حرف؟ اگه خواستید من صوتشم من چند خیلی خوب، صوتش را بیارید، هفته بعدی منتظر شما هستیم. اگر فعلا صوتش را دارید پخش کنید. اگر فعلا صوتش را دارید پخش کنید. خیلی خوب، هفته بعدی که آمدید با هم صحبت میکنیم. من اجازه میدید؟ نه دوست عزیز، اجازه نمیدم. قدم به قدم با هم پیش میریم. من اصلا برایتان اجازه نمیدم که شما بدون دلیل بر ما تهمت بزنید. بعد بگید والله امروز سیستم پیش من نیست، باشه هفته بعد تماس میگیرم. من برایتان اجازه بدم که هر دروغی بگویید. شما صوت پخش بشه. خیلی خوب، صوت رو پخش کنید تا بشنویم، همه بینندگان بشنوند. بفرمایید. بله، من هفته دیگه الان که میگم سیستم که من با گوشی خیلی خوب هفته دیگر که آماده کردید با هم دیگر ان شاء الله در این مورد ادامه میدیم. تشکر از تماس شما. بله تشکر. بله، بیننده بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید و بینندگان عزیز هم از صحبت‌های بسیار دقیق و قوی شما استفاده. دوست عزیزم اگر لطف کنید اول معرفی بفرمایید، از کجا در تماس شدید؟ بله، من محمد هستم، از ورامین تماس میگیرم. آقا محمد عزیز، اگر پیرامون موضوع برنامه حرفی دارید بفرمایید. بله، من قبل اینکه اینو بگم من می‌خواستم از شما یه تشکر ویژه بکنم. من این تماس قبلی رو دیدم که تماس گرفتم خدمتتون. این صحبتایی که این آقا تماس گرفته دوست عزیزم آقا محمد عزیز آنچه که در میان من و اون برادر یا اون دوست گفته شد خلاص تمام شد، حرف تمام شد. دوست ندارم در این مورد تعلیق بدید. اگر حرف جدیدی دارید یا کدام حرفی پیرامون موضوع برنامه دارید بفرمایید. بله استاد، من خواستم بگم که از شما تشکر میکنیم، برنامه‌تون تاثیر داشته. حتما ادامه بدید که این منحرفین باعث نشن جوانای ما رو با این حرفای انحرافی و افکار انحرافی از دین جدا بکنن. چون من به شخصه دارم میبینم که فعالیتاشون خیلی زیاد شده، به خصوص تو فضای مجازی به شدت زیاد شده. من عرضم این بود، از شما بازم تشکر میکنم. ممنونم از برنامه. تشکر از شما، سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. عرض سلام دارم آقای فاتح. من فرمودید صدا بده، دوباره تماس بگیرید. دوباره تماس گرفتم خدمت. عبدالله هستم. بله آقا عبدالله عزیز بفرمایید. پیرامون موضوع برنامه اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم. بله، من آراسونمون تماس گرفتم، هم تشکر کردم از شما. من این سوال داشتم. البته من مسیحی نیستم ولی خب در صحبت‌هایی که میشه، حالا برنامه رو می‌بینیم، صحبت میشه با این مسیحیان صحبت می‌کنیم، سوالایی مطرح می‌کنم، گفتم خدمت شما عرض کنم. یکی از سوالایی دوست عزیزم اگر سوالتان پیرامون موضوع برنامه آنچه که در مورد تناقضات در کتاب مقدس یا عهد عتیق است بفرمایید، در خدمتیم. در غیر آن از شما معذرت می‌خوام. بله، الان در همین موضوع مسیحیت، ببینید مسیحیت دوست عزیزم، موضوع مسیحیت جوانب مختلفی داره. اگر پیرامون تناقضات در کتاب مقدس و یا این که در عهد عتیق هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خب من همینه آیه فاتح عزیز. ببینید وقتی که ما میگیم تسلیس به اونها، میگیم شما قالب تسلیس هستید و مبحث تسلیس بحثای دیگه نمیسازه. میگن آقا عبدالله عزیز
مبحث تسلیس ان شاء الله به زودی ما آن را شروع میکنیم. باز در آنجا باز تماس بگیرید ان شاء الله. اگر حرفی داشتید میشنوید. پس انشاءالله که حالا شاید نشد من زمزم اینو چیز کنید که اونا میگن سه تا نیست، یکیه که حضرت عیسی جزئی از اونه. بله میدانم این شبهه را. من در طول برنامه بارها این مسئله را مطرح کردم. باز هم ان شاء الله در مبحث تسلیس انشاءالله با آن میپردازیم. تشکر از شما. انشاءالله. وقت شما بخیر. سلامت باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بله بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. با درود شما، شبکه وصال حق. بله برادر عزیز، شبکه وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه، موضوع تناقضات در عهد عتیق. از کجا در تماس شدید و نام شما؟ من از ایران تماس میگیرم، با استاد فاتح کار داشته. بفرمایید برادر عزیزم، خودم هستم، بفرمایید. استاد ارجمند خسته نباشید، خوب هستید؟ سلامت باشید، تشکر از شما، زنده باشید، بفرمایید. من ویلسون هستم، از ایران تماس میگیرم با شما. بله بسیار خوب، لطف کردید، بفرمایید. اگر سوال پیرامون موضوع برنامه دارید یا اینکه تعلیقی دارید میشنویم. البته کمی کوشش کنید وقت چون کم است برای ما، کمی سریعتر. همین میخواستم یه وقت ازتون بگیرم که مفصلا با هم صحبت کنیم. مفصلا اگر مفصلا میخواهید دوست عزیزم ان شاء الله در برنامه بعدی در اوایل تماس بگیرید، چون حالا ما 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم. در مورد ضد نقیض میفرمایید، خب در قرآن هم ضد نقیض آیه زیاد دارید. مثلا در سوره مائده خب 57 خب میگه مسیحا رو به دوستی نگیرید. خب بله. بعدا میاد در سوره 75 آل عمران خب میگه مسیحا درستکارن. 82 سوره مائده. صبر کنید دوست عزیزم. اون آیه اول 57 خیلی خوب، آیه دوم 70 چند گفتید؟ سوره آل عمران درسته؟ 75 آل عمران. خیلی خوب، 75 آل عمران. یک لحظه صبر کنید، با هم آهسته آهسته پیش برین، اگرچه وقت بسیار کمه ولی با آن هم وقت بیشتر میخوام استاد. وقت بیشتر نمیشه. حالا خب به هر حال خب ببینید شما دوست عزیزم صبر کنید. آیه 75 الله متعال میگه و من اهل الکتاب. شما میدانید منی که در اول این آمده من چیه؟ من بیانیه یا من تبعیضیه؟ استاد عزیز من نه عربی بلدم. خب شما که عربی بلد نیستید دوست عزیزم خیلی خوب، همان ترجمه را بخوانید، همان ترجمه ای که از روی قرآن فارسی باشه بخوانید. چی میگه؟ اجازه بده. شما زبان عبری بلدین؟ دوست عزیزم زبان عبری بلد نیستم ولی کتاب مقدس به زبان فارسی پیش من هست. من از شما میخوام دوست عزیزم ترجمه فارسی قرآن رو میخونم. خیلی خوب، همان ترجمه فارسی قرآنی که پیش شما هست بگید کدام ترجمه، بعداً همین آیه را از اول بخوانید. آیه 75 سوره آل عمران. خب من این چکیده هاشون رو نه چکیده هاشو من نمیخوام. منم میتوانم که بیان کتاب مقدس را یک قسمتی بگیرم والله چون این گفته، ولی من کتاب مقدس را میبینید کلمه به کلمه برایتان نشان میدم و این هم معتمد از کلیسا گرفتم، از کلیسا گرفته شده. دوست عزیزم من برایتان وقت میدم حتی اگر چی وقت تمام شده. فقط شما لطف کنید از یک ترجمه، حالا اگر نمیتوانید بعداً تماس گرفتید من برایتان این آیه را توضیح میدم. شما از یک ترجمه معتبر و معتمد بیایید بگید که مثلا این ترجمه فلانی است از قرآن کریم، آیه را از اول تا آخر بخوانید، من گوش میکنم برایتان پاسخ میدم. اما این که شما میخواهید که یک گوشه ای را کسی دیگر نقل کرده برای من اینجا در یک شبکه اسلامی نقل کنید و منی که قرآن را حفظم میخواهید این حرف را برای من بگید، خب من قبول نمیکنم. متوجه شدید؟ این ترجمه که میفرمایید تو ایران الهی قمشه‌ایه. خیلی خوب، همان قمشه‌ای را بخوانید از اول آیه 75 از اول تا آخر بخوانید. من میگم عربی بلد، اون ترجمه فارسی رو همان ترجمه فارسی رو میگم. من کی گفتم عربی بخوانید؟ همان ترجمه فارسی رو بخوانید. استاد خلاصه اش رو نمیخوام دوست عزیزم، این قرآن بازی که نیست که خلاصه اش رو شما برای من بگید.
از اول تا آخر بخوانید. آیه 75 فارسی اش را بخوانید، عربی را نمیخوام، فارسی را بخوانید. استاد عزیز هفته آینده دوشنبه به من وقت میدید؟ خیلی خوب، چرا نه؟ اول تماس بگیرید. همین مبحث را خواستید، حالا من این آیه را برایتون توضیح میدم. هفته آینده اول تماس بگیرید که وقت زیادتری باشه، وقت بقیه بیننده ها گرفته نشه. به وقت ایران میفرمایید بنده میام رو خط. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از شما. تشکر از وقتی که به بنده دادید. تشکر از شما، سلامت باشید. تشکر از شما. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگرچه وقت تمام، آقا احمد عزیز به ما وقت میدید 1-2 دقیقه؟ بله. اینجا ببینید الله متعال در قرآن کریم در اینجا چی میگه؟ و من اهل الکتاب. ما در زبان عربی داریم من، اینجا من تبعیضیه، یعنی نمیگه که کل اهل کتاب، بلکه میگه برخی از اهل کتاب. من ان تأمنه بقنطاری یؤدیه الیک، اگر تو مال زیادی هم برای او بدی امانت داره، پس مال را برای تو میده. باز در مقابل چی میگه؟ و منهم، و بعضی دیگر از این اهل کتاب، من ان تأمنه بدینار، اگر 1 دینار هم برایش بدی، 1 روپیه هم برایش بدی، 1 ریال هم بدی، لا یؤدیه الیک، نمیده برای تو. چرا؟ الا ما دمت علیه قائما، مگر که دائما بالا سر استاد باشی و از اون مراقبت بکنی. ذالک بانهم، چرا این کار را میکنن؟ ذالک بانهم، این به خاطر آن است که ایشان قالوا، میگویند لیس علینا فی الامیین السبیل، میگن به گردن ما گناهی نیست که از غیر یهودی ما مالی را بدزدیم و مالی را بگیریم و خیانت بکنیم. شما میگید در این آیه صداقت بیان شده. کدام صداقت؟ میگید قرآن تناقض داره. این صداقته؟ الله متعال میکوبه اونها و از جهت دیگر اونها که تعریف میکنه میگه و من اهل الکتاب. این من دوست عزیزم من بیانیه نیست، من تبعیضیه. شما هر ترجمه فارسی را هم که ببینید، من توصیه میکنم هم برای شما و هم برای بقیه افرادی که مثل شما هستند، یک مراجعه به ترجمه بکنید، نه اینکه یک کشیش یک چیزی را نوشته، یک گوشه از آیه را گرفته دروغ میگه، فقط دروغ میگه. باور کنید من تعجب میکنم، به همین واسطه من کتاب مقدس رو در هر برنامه با خودم میارم تا کسی نگه این ترجمه هم، این کتاب مقدس هم خداوند خیر بده یکی از آلمان از کلیسا برای من فرستاده، یعنی معتمده و فعلا هم در سایت های شبکه های مسیحی همین کتاب پخشه. یعنی من چیزی از پیش خود نمیگم، تک تک از آیات را میخوانم. شما یک گوشه میگه که من خلاصش را میگم، یعنی چی خلاصش را میگی؟ خلاصش را میگید من میخوام کل آیه را بخوانید تا اصل موضوع فهمیده بشه که منظور چیست، مراد چیست. به هر صورت تشکری میکنم از تمام شما دوستان عزیز و بزرگوارم و به خصوص از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و تمام دوستانی که در اتاق فرمان با ما همراه بودن. امیدوارم تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم و تشکری میکنم از تمام شما دوستان عزیز که تا این وقت از برنامه ما را تحمل کردید. تا برنامه بعد و دیدار بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددکار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.